به اون آقایونی که خیلی باحال دست میزنن به این شکل: 1 هفته سفر رایگان تایلند هدیه داده میشه. یعنی ببین، اگر میگفتم سفر به کره زحل انقدر خوشحال نمیشدن که من نمیدونم تایلند کجاست. یعنی الان انقدری که ایرانی در تایلند هست تایلندی نیست. باور بفرمایید جوری شده که توی باغ وحشای تایلند رو تابلوهاشون به فارسی نوشتن لطفاً با حیوانات بر نروید. از سال دیگه اصلا درس فارسی از دروس تایلندیاست، از ابتدایی گفتن بخونید یاد بگیرید. اینا چی میخوان میان اینجا؟ نمیرن. یادتونه که پارسال دولت تایلند نمیدونم چی در ما ایرانی‌ها دیده بود و ارادتی داشت به ما گفت آقا فقط و فقط ایرانی‌ها به مدت 4 ماه اون 100 یورو پول ویزا رو نمیخواد بدن. همین که این خبر منتشر شد پرواز تایلند تموم شد. در 1 سال جوری شد که زمینی کاروانی راه افتادن یه عده. باور کنید هنوز تو جنگل‌های هندوستانن. خیلی هاشون زامبی شدن و آمار اومده 20 تاشون هم تارزانن، از این درخت اون درخت